تصور شما از دیت اول با یک ملکه چیه؟ کلئوپاترا سوار بر کشتی با بادبان‌های آغشته به عطر به دیدار مارک آنتونی میره. کلئوپاترا آخرین ملکه مصر تاج و تختش رو از طریق وصلت با 2 از قدرتمندترین ژنرال‌های روم حفظ کرد که همین دلباختگی به کلئوپاترا دلیل اصلی کشته شدن جولیوس سزار و مارک آنتونی شد. تاریخ نویس ها از زیبایی ملکه نگفتن و صورتش هم توی سکه ها و سنگ نگاره های اون دوره چندان خوشگل نیست. ولی یک چیز درباره کلئوپاترا مشهوره: اغواگری با تجمل. از پارتی های پرزرق و برق و گرون تا درشگه های آذین شده با طلا و البته کاخها و معابد بزرگی که برای بزرگداشت خودش می ساخت. کلئوپاترا حتی برای سرگرم کردن مهموناش گردنبند و گوشواره مرواریدش رو توی سرکه حل می‌کرد و می‌خورد. از این افسانه ها زیاده، ولی بین همه اینا یکیشون واقعاً عجیبه. روزی که کلئوپاترا برای دیدن مارک آنتونی به تارسوس میره، مردم شهر به خاطر بوی عطری که از دریا میومده به ساحل میان. در روزگاری که عطر گاهی از طلا و جواهر هم گرونتر بوده، کلئوپاترا بادبان کشتیش رو به عطر آغشته میکنه، طوری که مارک آنتونی قبل اینکه حتی نگاهی به کلئوپاترا بندازه عاشق عطرش میشه. مصر اون زمان از بزرگترین سازنده های عطر بود و البته کلئوپاترا کارگاه عطرسازی مخصوص خودش رو داشت. باستانشناسا ادعا دارن مواد و فرمول های چند عطر زمان کلئوپاترا رو کشف کردن. توی عطرسازی های قدیمی آثار رزین، هل، دارچین، روغن زیتون و روغن دانه خرما پیدا شده. چند محقق با استفاده از مواد اصلی و طبق فرمول یک عطر مصری ساختن که بعید نیست کلئوپاترا هم مثل اونو مصرف میکرده. میگن بوی این عطر گرم، شیرین، قوی و تنده، درست مثل خود کلئوپاترا.